سلام هموطنان نازنین، یک سلام خاص حضور کماندوهای افغانستان. دوستای عزیز، براتان خبر خوش دارم. قبلا یک برنامه وجود داشت از طرف کشور بریتانیا به نام IRP که قرار بود در این برنامه اسپیشل فورس افغانستان به بریتانیا انتقال بدن که بعد از یک مدتی از مشکلات این برنامه توقف کرد. به تازگی کشور بریتانیا اعلان کرده که به تعداد 500 اسپیشل فورس یعنی کماندوهای افغانستان به بریتانیا تحت یک برنامه ویژه انتقال میتن. دوستای عزیز، امیدوار هستم که سربازان بی سرپناه ما، سربازان ما که امروز به ایران و پاکستان سرگردان هستند، حتی جای بود و باش ندارن، از طریق این برنامه بتانند به کشور بریتانیا به جای امن بخیر